در تیزر قسمت جدید سریال خواهران و برادران می‌بینیم که آسیه متوجه می‌شود که تصادف با عمل کار سارب پسر احمد بوده. آسیه به همین خاطر به در خانه احمد رفته و با دیدن سارب به او حمله کرده و بر سر او فریاد می‌کشد که چطور توانستی این کار را با خواهرم انجام دهی. احمد که متوجه ماجرا شده آسیه را جدا کرده و سعی می‌کند ماجرا را جمع کند. در ادامه می‌بینیم که لیلا خواهر تولگا متوجه مریضی عمر شده و به عیادتش می‌رود و می‌خواهد با او قدم بزند. سوسن سر رسیده و با دیدن آنها در کنار هم حسابی عصبی و ناراحت می‌شود. همچنین می‌بینیم که برگ به سراغ آیبیکه رفته و از او تقاضا می‌کند که شب با هم قرار بگذارند. آیبیکه هم بدون هیچ مخالفتی قبول می‌کند. همچنین بعد از آتش زدن ون و پلم شدن مغازه، گونول ون را به تعمیرگاه برده و آن را مثل روز اولش تعمیر کرده و دوباره جلوی خانه شنگول می‌گذارد تا از این طریق که شده رضایت شنگول را به دست آورد و مغازه را دوباره باز کند. در ادامه می‌بینیم که سارب و عمر دوباره با هم رودرو شده و همدیگر را تهدید می‌کنند. دورو که متوجه قلدری سارب شده به او خیره شده و اعلام می‌کند کاری به عمر نداشته باشد وگرنه با من طرف هستی. اما سارب که گوشش به این حرفا بدهکار نیست دوباره به سراغ عمر رفته و این بار او را در یک سالن متروکه و خالی گیر می آورد و به روی او چاقو می کشد. عمر با دیدن چاقوی دست سارب شوکه شده و می ترسد اما خودش را جمع جور کرده و آماده درگیری مرگبار و خونین با سارب می شود.